پکتین از میوه ها به خصوص مرکبات و توت ها گرفته میشه. خروجی مواد درست شده باهاش یه بافت نرم و انعطاف پذیره. در هر لیتر و بسته به نوعش 15 تا 20 گرم میتونید استفاده کنید. به حداقل 102 درجه برای پخت نیاز داره. یک گزینه عالی برای مربا گلیز پتد فروت هست. قابلیت حرارت دهی مجدد نداره. ژلاتین منشأ حیوانی دارای بافت نرم و شکننده هست. در هر لیتر بین 16 تا 20 گرم میتونید استفاده کنید. بین 2 تا 6 ساعت به استراحت نیاز داره تا خودشو بگیره. گزینه عالی برای موس‌ها، ژله‌ها و گلیزها. ژلاتین قابلیت حرارت دوباره و استفاده مجدد داره. البته بسته به نوع رسپیتون. آگار مشتق شده از جلبک‌های دریایی قرمز، دارای بافت سخت و شکننده. در هر لیتر بین 4 تا 6 گرم میتونید استفاده کنید. به گرما احتیاج داره تا آب بشه، ولی دقت کنید که زیاد نجوشونیدش. در دمای اتاق به راحتی خودش رو میگیره. گزینه خوب برای ژله ها، پودینگ و کاستارد. آگار قابلیت حرارت دهی دوباره و استفاده مجدد داره.